سلام دوستان عزیز، خوبیم؟ بخیریم؟ سلامتیم؟ وقتتون بخیر. خدا کنه خوب و صحتمند باشیم. دوستان راجع به یک بیعقل گفت که خونه زلزله کنر شده، خونه طالبان بوده، بچه ها اونا چیز شد. ببین من یک نظامی پیشینم. خب من از طالبا خیلی راضیم، به خاطر که به من تو مدت همین 4 ساله که طالبا هستم به من چیزی تا الان نگفتن. به من پاسپورت دادن، ویزا من گرفتم، همه جا رفتم، الان تو افغانستان میگردم. خب به من کاری ندارم. خب ولی کسایی که انگشت میکنن تو کونه یکی انگول میکنن کسی، اونا میگیره طالبا خوب میکنه. من از طالبا یگانه خوشی که دارم، راضی بودن که هستم اینه که بند بالای کنر میسازه، بند جلوی آبو میگیره که پاکستان نتونه دیگه شور بخوره. هی پاکستان موشک میزنه، بم میزنه سر افغانستان. ببین من خیلی راضیم تو این مدت 4 سال یا 5 سال به این مدت اینا چقدر بند آب ساختم. حالا به اون است که هر کس ساخته بوده نساخته بوده میگن اینا درست کردم. من خیلی راضیم. طالبان خیلی خدمت میکنن، واقعا هم خدمت میکنن، نه برای این که من بگم که ترسیدم یا چیزی بگم یا به خاطر چیزی دیگه. خدای من ازشون راضیم. من یک نظام پیشینم، من ازشون راضیم.